السلام علیکم. ما براتون یک پیغام آوردیم. خوارزاده، برادرزاده، مردم شریف تیک تاک، ما براتون یک پیغام انسانیت آوردیم. برادر یک پدر 4 اولاد می داشته باشه، 3 اولاد می داشته باشه، 5 تا می داشته باشه، یک جای خواب میشن، یک جای نان میخورن، وجود یک دیگه هستن. مکتب میرن، وجود یک دیگه هستن. مکتب گپ میان. خوب سیستم برادریشون پیش میره. وقتی که اینیا جوان میشن، درس میخوانن، مکمل میشن، عروسی میکنن، باز چرا از برادرها مسافه میگیرن؟ چرا؟ که نفر سهمی، نفر دویمی میاد از زندگی از یا او کیست؟ زنشان. وقتی زنشان میاد میگه ای از شماست، ای از ما. برادر دینی کارا رو پوشید زنش، من ندارم. برادر دینی کارا کرده، من ندارم. برادر دینی کارا کرده، ما بین دو برادرها مسافه ایجاد میکنن. وقتی خرد بودن، تحصیل نداشتن، طفل بودن، نافام بودن، یک جای بودن. وقتی که درس خواندن، کلان شدن، صاحب رتبه شدن، با چرا مسافه میگیرن؟ بچهای خودم در سینه میماندم، کلشانه در سینه میماندم. یک جای مکتب میرفت، یک جای از مکتب میآمد، کالج میرفتن یک جای در پاکستان، از کالج میآمدن یک جای. اگر یکیش پیسه پیشی بود دیگهش نبود، در کالج از کیفی بلدوام یک چیز میخرید، برادری داشتن. حال زندار هستن. حال زندار است برای بچه های خودمون. یک بادگی خود حسابی کتابی داره. او برادری که وقتی طفل بوده او برداشته شده. او سمیتی که نادان بودن، طفل بودن، سمیت داشتن، حالی که تعلیم کردن، کالج خواندن، فهمیده شدن، دور شدن. چرا دور شدن؟ زن کردن، زنایشان مابینشان مسافه میکنن. زن چی وقت شوی خود تحریک کرده میتونه؟ مرا بگوین چی وقت تحریک کرده میتونه؟ زن شاور خود وقت تحریک میکنه که در جای بستر خواب